شب بخیر دوستان عزیز. این لله و این الیه راجعون. خدا رحمت مغفرت کنه. اکای بختیار یا که با نامی غریب شو کمپانی ما میشناختیمش که با هزل شوخی های خودش تمامی بگیم مردمی فارس زبانه سن میلیون ها تاجیک ها خردسالا و حج های زیبا پر از مضمون و چقدر هزل زیباهای خودش دل مردم جا کرده بود خرسند میکرد. امشب 3 ایون درگذشته. خدا رحمت مغفرت کنه و اهل بیتش صبر جمیل پروردگار این روزی وزمینی به هیچ کس نبیاره. البته ما یه روز آمدیم میرویم، اما در این روزهای سخت خواهش میکنم کرمی در تاجیکستان هستی البته درباره اهل بیتش باشه. مرگ از یاشی و پیری نیست و هم خودی بچه ها همه وقت هوشیار باشیم، احتیاط کنیم، با یاد خدا باشیم و همچنین در روزهای سخت درباره همدیگری باشیم. یک بار دیگه خداوند صبر جمیل اهل بیتش پروردگار قیامت چه آباد گردونه. خدا نگهدار. شبای نه. دور رحمتش کنه که بختیارا.